سلام و وقت بخیر عزیزا. امید صحت سلامت باشین و به دور از گزنده روزگار به صبر برین. وقت شما بخیر. بازم خیلی خرسند هستم که یک بار دیگه حضور تک تک شما عزیزا قرار دارم و حضور شما عزیزا را در چنل یوتیوب ما خوش آمدید گفته. امید از برنامه های ما مستفید شوین و به خاطر ادامه برنامه ها و به خاطر داشتن برنامه ها چنل یوتیوب ما را حتما فالو بکنید، سابسکرایب بکنید و علامه زنگوله را فشار بدید. باز هم در جلسه چهارم قرار داریم و جنبندی کتاب پرواز تا خوشبختی، یکی از کتاب‌هایی که دست نوشته خودم است، جنبندیش را خدمت شما عزیزان قرار بعد بیان میکنم. در فصل چهارم کتاب موضوعی را که ذکر کردیم موضوعی تحت نام انتظارات است یا تحت نام توقعات. یک مبحث دیگر یا یک مبحث مهمی که زندگی را برای انسان ها تلخ می سازد، زندگی انسان ها را با چالش مواجه می سازد، زندگی انسان را تلخ می سازد به کام انسان ها، مبحث انتظارات است یا مبحث توقع داشتن است. وقتی ما از کسی یک چیزی را توقع می داشته باشیم، وقتی از کسی یک کار را توقع می داشته باشیم اما اونها نمیتونن برای ما کار را انجام بدن، همینجاست که زندگی برای ما خیلی دشوار میشه، همینجاست که ما خیلی ناراحت میشیم، خیلی برای ما ناراحتی خلق میشه. بنابراین میشه یادتان باشه در زندگی از هیچ کسی انتظار و توقع هیچ کار را نداشته باشین، هیچ وقت توقع نداشته باشین از هیچ کس. در اینجا من همیشه برای شاگردا یک چیز را مثال میگم وقتی گاهی اگر فکر میکنید که یک دوستتان برای شما کار انجام میده هم شما از انتظار نداشته باشید، به خاطر اینکه اگر اون شخص اون کار برای شما انجام داد شما خوش نمیشین، چون از اون انتظارش داشتین، از اون توقع داشتین که حتما این کار برای شما انجام میده، بنابراین اونقدر خوش نمیشین. ولی اگر اون کار را برای شما انجام نداد خیلی شما ناراحت هم میشین، چون شما از اون انتظار داشتین که این کار را برای من انجام بده. بنابراین وقتی کاملا 100% هم میفهمین که دوستان برای شما کار را انجام میده، شما بازم انتظار نداشته باشین، با این یک سورپرایز بانه. به طور مثال فرض کنین فردا سالگرد تولدم است، من تعداد دوستایم اونجا دعوت میکنم و میدانم که احمد برای من در این محفل یا در این برنامه حتما یک ساعت دستی بسیار مقبول به شکل تحفه یا پیمان تحفه برای من میاره. اما در اینجا دو گزینه وجود داره، یا احمد همون تحفه رو برای من میاره یا نمیاره. اگر آورد همه خوش نمیشم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من دقیقاً از او انتظار داشتم که برای من اینو بیاره و اگر نآوردم خیلی جگرخون میشم به اینکه من از او انتظار داشتم که باید برای من این کار رو انجام بده اما او امروز کار رو برای من انجام نداده، بنابراین خیلی باعث ناراحتی من میشه. و بحث دیگه اگر برعکس قضیه رو فکر بکنیم که من فردا تولدم است یا سالگرد تولدم است، تعداد دوستای من دعوت میکنم و از اونها هیچ انتظار و هیچ توقعی ندارم، هیچ توقع ندارم یا هیچ انتظار ندارم که اونها برای من یک کار را انجام بدن. اگر احمد برای من یک ساعت دستی تحفه میاره اما خیلی زیاد خوش میشم، به خاطر که اصلا من از اون انتظار نداشتم که این کار را برای من انجام بده، خیلی زیاد خوش میشم یا خیلی زیاد خرسند میشم. ولی اگر احمد برای من اون کار انجام نمیده یا احمد هیچ توفیق هم برای من نمیاره، من جگرخون نمیشم، به خاطر از اینکه من دقیقاً میفهمم که این کار رو برای من نمیکنه. بنابراین هیچ وقت از هیچ کس هیچ چیز را توقع نداشته باشید، انتظار نداشته باشید، چون در صورت برآورده شدنش هم باعث خوشحالی ما نمیشه و در صورت برآورده نشدنش باعث جگرخونی ما یا باعث ناراحتی ما در زندگی میشه. تشکر از توجه تک تک شما عزیزان. بازم چینل یوتیوب ما رو سابسکرایبر باشین، موفق باشین، روز خوب و خوش، تا برنامه بعد منتظر باشین، موفق باشین.